من چه موبایل من چی کردم اینجا خود نیست، شاید دو اتاق مانده باشم. برو همون رو بگیرم یک دفعه. بچه سرخوبخت باشی. مگم او رو اون موقع را نمیتم، بس است که یک دفعه اشتباه کردم که دخترمان دم غریبی بیچارگی دم فقر میسوزن. ما دیگر نمیمونم که اولادای ما در غریبی بیچارگی در فقر بسوزن. مادر سعی که من مریض هستم، یک کمک به من گیرم که به من دل بسوزانده. خانه ورزن، خانه نانو، اونجا خودم به این دوست حیران ماندم چی کنم. مادر گفتم حتما بیادرت نمانده که خانه ما بری که تو بیادرت رفتی. اینه ما یاد کردم. چطور شد مریضیت بی وجه خوب شد؟ هیچ از بیادر اول ندارم، خوب هستم فضل خدا خوب است. نه من دیگه اون طرف ها من یاد کردم چند پرسنتم کردم. پرسان کرد والا. نه جنجال نریم. نه خیلی خوابه چیزش. من خوابه. خب باش که سعیدت نمیشه. کاش که گوگرد می آوردیم روی لایتر سخت است. بس دیگه شد بس. حالا وش را چرا خنده میده؟ آسان است من یاد دارم. میکنه نه قسم میکنه دیگه، هر چه هزار که بوی بگفته قسم میکنه. قسم میکنه. از گوش کشیده بودم که گپ خوریم و دوای خانه خودمون باشه. هی بچه بلک مده خانه در گفته در. الان چه که نه بابا بیادرش خورش نه بابا و ننهش می بابا رو خیزدن گم کرد. اصلا پیش می ننهش خورش دورش کردم. حالا دیگه 24 ساعته. امروز یک گپ تیر میشه، سبا روز دیگه گپ شروع میکنن. دی خانه اینا مرا خود نمیمانه، امیم نی فردی نی امیم که یک پیش مادرم برم. حالا من بچه دارم اگر از واقعیت بگو یار تو از امروز اول لیاقت مرا نداشتی، فهمیدی تو فقط به خاطر پیسه به خاطر مطلب تمرای ما این نامزدی قبول کرده بودی و من از روز اول کی تر قبول داشتم کی خوشم میامدی کل کات زیر فساد کرد زیر پای نو بی بی مثلا انتخاب کرده یک فامیل جنجالی من دیگه اصلا به من زنگ نمیزنی، فهمیدی هر چی که بود نبود حالا مکمل کلش خلاص شد دیگه نامم به زبان نمیاری، فهمیدی دیگه رابطه بین ما تو وجود نداره. اگر نامزدی بود هر چیزی که بود شکر کامیال فهمیدم دیگه به من زنگ نزنی خلاص شد. خدا شکر تو بیغم شدم از پلیسی خاندان جنجالی. چی شده بایی جان؟ قطع کردم گمش که میشه گوش آرام کردم دیگه مرسد از این خاندان. چه قسم گوشت بودی؟ مغز سرم تمام روز خورده بودن. چی شده؟ آدم روز شد دیگه برد یک دلخوشی کلام بتم شیرینی هم سرت میگرده دیگه کمریزم قطع کردم. هم هر رابطه یک نامزدی بود. خلاص شد دیگه ایت نامشد این خانم نگی. حیف ما شما کاش که از روز اول من گفته بودم نه باید که از روز اول کاش که اون چه قصه یک فامیل جنجالی است گپ ما گوش نمیکنی. تو بر من گفتی اما من نادان هیچ تفکر خیال خود روان بودم. خب خیر برو شکر که میال فامیلی لا کردی خوبش که فامیلی باید نه دیگه فرصت داد نه من بارها ناامید کرده بودیم ما دیگه کاملا ناامید شده بودم گفتم شاید دیگه متوجه نشی نه دیگه فرصت داد دست نمیدم ما هر چیز که در نقشه مدافع میگم میخواستم در دیگه گفتم گویم چی نمیفهم وقت شما نیست وقتی چی خوب بگو
چی؟ یه قم استرس گرفتیم دختر. مرا میگیره بگو دیگه. چه قسم بگویم؟ والله دل چه خبر خو هر چی کس واضح آدم بگوی خوب است. کاش کمیش دیگه قم دل مرا میخوندی. چه قسم بیان کنم علیه قم؟ چی چه قسم باید بیان کنم؟ ما از روز اول اگر راست بگویی مرسل تو علاقه داشتم خوشم میامدی. ما بیان کردن مرا؟ مطمئن هستی؟ نه دیگه اینه تر مرسل تو چی نظر داری؟ تو چی میگی؟ نه ما باید حالا خودت و قدر که من برات میگفتم نه میگفته نه من حضور دوست دارم عاشقش هستم تو نیست که بیبی برم نه نبودم مثلا عاشق از نبودم. من با گفتی بیبی رو قبول کرده بودم. من چون بخیر قسم میگم من بخیر چی حالا یک دفعه نشه که صبحم بسیار یک بار کلان از سرشون بری یکی دیگه خوشش که بس نه اون ما از روز اول کتر دیده بودم دخترم. خب ما بیان کردن نمیتونستیم چه قسمی میتونیم برات بگویم در خانه هستی. میگفتی این قدر که من پشتت بودم خب حداقل یک بار کاش که از روز اول میگفتم میزدی که چی رابطه از اون اول بسته نمیشه. نه من چون به خدا ما بخیر که قسم به تشویش شدم باید. چرا؟ قبول نداری مرا؟ نه که قبول نداشته باش. مگم سخت من استال یادم این قدر دل پشت یکی دیگه که من دوست دارم عاشقش هستم ماچم دیگه به خاطر از نه من کس دیگه جواب رد میتی؟ باید من کس دیگه دوست ندارم. نمیگم من کس دیگه دوست دارم. خو یعنی نظر خود دستی یعنی چه قسم بگویم یعنی تو قبول داری؟ مرسل زهر چه؟ میموندی خواهد چند دقیقه دیگه هم خواب نکردم. چیکار داری؟ حالا این چند دفعه تو صداقت بخیر گفته که زوف نکشی. نه زور چرا کردیم؟ یک خواب شیرین دیده بود نه خواب خوبش بود چرا بدام نکنه نه دقیقا میخواد چیکار داری؟ بود دیگه خواب خوبش خدا کاش که خد میداشت. قصه دیگه کنی داشتم. آن دستی که ما تو دیدیم پشت باید چی دعا و دیگه خواب دیدم که باید ابزار لاکر آمده پشیمان شدم. خب کاش که وقت پیدا کنی. تو مال پشتبان نستی دیگه. حاضر دیگه تو دفتر خاله میشه. خاصه تشکر. دیگه درباره باید خواهی دیدم که برای لاکر آمده به من پیشنهاد میده. چقدر خوشحال میشه دیگه خب. دیگه از اون خاطر میگم نه که خواب شیرین نخ ما بیدار کردیم. میمون دیگه چرا بخوام خیال حالا وقت میزدم دیگه در واقع دیگه در خواب هست. میمون دیگه چرا نکام. خب خیلی دیگه یعنی ما خوش دیگه که مخ نمیشه مادر تو رو خوش. ما وقت داشتم میگفتم نکرده باشم. خب بریم. آی خدا. باشه خیلی سپاس بریم جمع کنیم که مادرم بیچاره. او دختر با خدا بیخی دیوانه شیم که تزمی چی بگویم دیگه یاد یک چیزی هستن اون سگ تو زن بیادر من میگم مادر آرزو رو میگم. اینجا کجا آمدید گفتنی؟ حالا خب اینجا خوش نبوده؟ اونجا خوش بودم ملام خانه پدری بود بابانه رفت که شوخ را جوری کرد بنام شوخ خانه کرد یا بنام خود کرد نمیفهمم. ما به 1000 چهار فریب کشید بردن و خانه دیگه بردیم ما را. اون یک 4 بردیم و 4 زباتون سر ما بانگیری یک مثلا چقدر دختر خدا داد مرخ بیخی نه تاق مسوخ مرخ بیخی نداد تاق مسوخ نه اگه میگفتن شریک بود نظر شریک بود حالا خدا گمش که زن بیادر نبود بلای جان بود بلای جان حقق مرا نداد. اون دختر خود یک چند پگک داد بازار چالو فریب ما را کشید اینجا خیستیم آمدیم باش که اینجا چی رقم کنیم اینجا مو نداره گرمی برق نه بیخی دب نفسم قد میشه دلم تنگ میشه مکای جور هستم مریض هستم. اشکاش که قبیاره کتم تیز بخته کنم بعد چاشت دیگر چیز خانه است که این دو رو نیست فکر سعی کن که از خدا نترسم برم برای زن از این بگویم که بابیده گرفتی پیر است دختر جان تو لایق پیره نداری برای جان بین خودستی لایش میکنه میره همه کنه داشتم تا که دخترم زنده بود قدر داشتم لذت داشتم قدر ما داشتم لذت ما داشتم دخترم از روز که مرد بازم خوب بود حالا که زنه گفته بیخی حالا مرا از یاد برده هم چطور شد خدا می بکنم مطلب خانه من روز آمده این مطلب خانه آمده راستی آقا مشکل ما چی میکنیم؟ من میگم کتی نظمی یک جای نشه باز کتی نظمی یک جای شده اینا باز یک چیده کلاب چی میفهمانه ها
کدام چیز میگه ای بابا مرسای که تو کی بگه ایره بیاد کتی خب میامدی خود تنها میامدی اینجا خوشی تاور میگرفتی میخیستی میرفتی باش کلان دیگه ای او خسر است که خسر شروع کنه اونمون کدام چیز میفهمانیش بخیانه حالا بخواد دختر یک چای یک چیز بانی یک نان جور که قرار شیشی حالا یک دقیقه اینجا شیشتم نمیمانی نه همیال چای صبح خوردی تو سعی که ساعت 2 بجه میشه اون ساعت ام صبحم جور نکردی تو نه یک بالتی کار دارم او آن 5 دقیقه بعد من بخیر من گوشت استعمال نان جور ساعت خراب است اینمیال 11 بجه است بان دیگه کردیم دیگه باش که حالا 12 شب صبح بخور تو دقیقه همی چاش میمانی نه تو هر بشنم ساجق بخور دیگه کار خونه هم یک ساجق این اون روز که کوچکشی کردیم پیدا کردم امورم دیده نداری تو بخور که نخوردی ساجق مادرم باشه خوب است هیچ گپ زدن نمیتونی وقت تو حالا خوب است که خودش ندیدم ما اوجه رفتم اوجه گفتم خیلی من تو را دا اوجه چی بیاب داشتم قوارش ندیدی؟ نه ما اوجه رفتم گفتم با یه آرزو جان اومده اینجا کلی چیز تیت که اوجه اگر میدیدمش هم اوجه مفسیدم میمردم من که خانه خراب هستم که چیز تیت کنم جمع نکنم خب من گفتم شاید شده باشه خانه خراب دیگه خوب است که با خدا ندیدمش اگر نی میمردم یکی حالا اینجا بیرو برام من خواهم تو حس کردم گفتم داخلت من کس هست اگر نی ما شما 3 نفر تنها بودیم شما میجه دیگه پس که خدا تا میتونم در پشت سرم این تخته پشت شدم دیگه چه من روشم صحیح نیدم مثلا دستمال بند کرده بود بناترم چی مقبول بود یا بدرنگ الو خدا جان مقبول بود چی ندیدم امروز ندیدم من میگم یعنی قد اندامش خوب بود یا با خاطر گفتم فردین نبود فردی خیلی زبان من قاقله کردی فردی نباشه اونم به خدا نه مام یکشون دوزه است فردین کسی که تو قد قامت صحیح نداره او یک ذره چی میگن چاق بود دیگه فردین خب لاغر است من میشناسم فردین باز فردین در خانه ما اون فردین کارش میفهمه او جای تو لا یا نبود که فردین جان بره وجود دوزی کنه من دوست فکر کرده که در اونجا ماندیم دختر آلمده ای چرتاسم کیسه باروز اینمی تو جوان ای جوان برو ما دم قصه منش بالا را پس ما کاش که می دوا کار کرده باشه دیده خدا میخوام یک پیام است کاش که میخوام با وقت تبدیل شوم دیگه که انشالله دوام کار کنه و باید نرم خانه زمانی مامنه خراب شوم دلی کل نگه یک دفعه جمع شوم مرسل کجاشتی؟ چی شده؟ بیا که باید رفت کجا؟ نه چون کجا رفته بود چی برو بیا تو که تو رو نبینم و بگویم که کس در خانه نیست برو تو در پس خانه اینجا پود شوین اینجا بیا خود پود شو اینجا خب برو دیگه کنال بره خب اوباید چرا مرسل؟ یا کدام چیز هستی میترسانم من فشار تا بالا شده؟ نه ترسیدم من صداهای عجیب غریب میرم خانه دار میکنم خانه کسی نیست نی خانه سر تا میه میترسم جای نمیمونم اینجا چرا خوب است دختر فشار تا بالا شده؟ نه ترسیدم اوباید تو این تو صداهای کجا زمین شد؟ زهر کجاست؟ مادر ممنوع زهر رفته پشت نان مرسل چه خرینده چه یکشن میمونه خدا همراه زیمان در گناه شریک شدیم خب بدم شدم نامده نرو باید نروی حال خود چیز اون از ای خدا باز کدام صدا هستم چی؟ با شک است او دختر این سر صدا من میگم این روز روشن ارواح و جن جنیت است که از اون جن من اون چیزی نمی‌خوام پیدا کرده به خدا نه با شک است شکای مالی تا نشنیدین ما را غلط کردم سر صدا میکشم ایت صدا نه صدا این توی مبروک که بر بچه نروی باید میگم نروی چرا چی صدا در روی گوش خود میشنوی خب من میترسم دیگه چیه پس هیچ چیز گپم نیست دیگه گوش بگی برم که بچه رو بودن این موتر آوردم منتظر مست نروی باید تو خیلی بیش تو مادر مینا بگی باز برو این میال صاحب چرا نمیدونم پای کمرم درد میکنه کل کار هستی نمیشد
میگفت چی است از اونجا خواگنه اون خانه رو که فروخته بودین گفتی دیگر گرفته بودین گفت که تان آمده بود نه مار بابا نه سعی که شوری زن سعی که با من تو خیلی ساده است یک قوشور بود این خودت این زن که دادم دخترش که از خانه نمیداد بعد بچه محمد خانه را گرفت خوب جلو پوسته قدنده خدا بیغم کرد یا چرت زک من نگاه کرد چرت بود نه که خبر بعد خانه پیدا کو که من دخترم پیسه یا نمیتم ولی بعد خانه پیدا حال چرا تو کرد ماچ تعلیم خرد دیگه تون بودن خوب بود نه تو بدرد میخورد و بدرد تو نه بیازو میگن از صد خیش کده یکم سایه پیش هم یک اولی بودن بدرد دیگه تون میخورد جوریش میشد بچه کن در خدمتش بانک خرج میده سرج بیه شو نو وقت شو یک مریض شو باز میره همسایه تک تک میده برای بیامد که پیش دکتر بود نمیشه نه شما بخیر از اونجا کش کردید از اونجا اینجا اومدیم گرمی تفت چی بگم دیگه برق نه یک چیز نه خانه می از یک پخش است از این مجبور خیس من اینجا اومدم خب بازم خیر ببینه بی باجی نه گفت بیاین دمیاولی حالا برو پشت گرد نگرد اگه زنی بیاد سود بلای جانم اگه زنی بیاد سی بلای جانم دلار به اون خانه که با ما گرفته گرفت داد باز چی میگه ما 1000 پوند بتیم این بچه فردین خب بیکار است یک اجمل است خو اجمل قمبخ کار کنه و تو که رابطه خرچ خانه شود تالو مجرد مونده بچیم همه قدلم برش میسوزه این نفر مست این خانه نه یا گفتم میشین بیازو فردینم کار نمیکنه سیگرت توف که دیگه کار نداره اینا لگوام کار میکرد دیگه بچه تم کار میکرد باز یک چیز میشه چرا فردی ما میشه اینا نمیشه دیگه بچه بیکار یک نفر کار میکنه کرای خانه دادن بخونه میشه یا ما تو چیزی از با خدا که ما پورا شد کرای خانه نتیم اگر جل پوسک مرپز فرق ما نتا بگو بری بری از ما در خانه پدرم بودیم خب کرایی بود نه ما بخیر دقیقه کرای خانه می چشم پتلوش میکردی ما پورا میشه نه ما پورا میشه باز در سیبالی میرسه تق تق کرای خانه رو بتیم این کرای خانه کلا گیری بخی دیوانه ساخته امی ما گفتی تو پورا میشه دست پایت انت لرزه میگه که دق دق میکنه یک میمانم که میگه صاحب خانه برش باز نکنی باز ما گفتم شما دبین خود چقدر خوب باشین از خاطر دونج دیگه قولی دیگه از خاطر تو دخترش هم گرفته بودی نه باید چی میکرد حالا صابون شانزه در جان تو کار نکرده در جان ما کار کرد از در بدر کرد میگه نه اومد در بازار کونه شد درازه برو باشه چی میگی تو چی میگی برو تو هم از گشنگی بخی لاغر شدی سی خور دراز شدی برو دیگه نبیایی حیران میمونم به دربار خدا نه ای نواسیم جدا کرده از من اگر این نواسیم بی جان میگفته 1000 جان از دانش بگرمد گرد میگشت از روز که زن سیاما را توی کرده سیاما را بینی درازه توی کرده بخیال در قصه من نیستن بخیال فراموش شدیم بخی نه چرگیز نه برگی گفته یکان تا برکه نمیدیم برو من صبر خدا به خدا میکنم خدا سرطان جبر کنم من خود چیز نمیگم میتونم بشی از هم گپ بزنم تا که تو قرار میمانا و آمدی چشتی حالا چی کنم دیگه چی کنم خانه رو جمع کردیم جارو کردیم دیگه چاشتم کردیم خو یک گرم کردن کار داره بان که مادر میام نماز بخونه بیای بازونه گرم میکنم بایی پکا که مرم دیگه خدا تنها پکا که دارویستی خب اونمو کارم پس من خود بی پکا گرمیست که یا خدا آلو بچه امی آسانات غیر از وقتی که اینم اینجا آمده من گفته رئیس که فردی نیت میکنه مادر دو رقم میکنه و رقم حال خو نکنین امور زیاد اذیت نکنین خو اون از مادرش دور کردین تو رو چی دیگه گپا امی خودت بجای از امو باشی از مادر یک دو سه روز دور باشی خود دل قید نمیشه هیچ چیز نمیشه یک دفعه زنگ نمیزنی آدم که شوی کرد فرمان برام شوی خود میباشه خلاص خوبش خود صحیح شوی بمون میمونه که بگه زنده شو زنده میشه خلاص آلق نداره که در مادر خود زنگ بزنه نه آل صبر که تو دوست خدا پرت در خانه مو دیگه 3 تا زن کسی نی این یک کلان نام بدگی نیست آل خدا را داریم مادر جان آل بیشک خدا را داریم آل خدا را داشتیم که دز آمده بود که اینه دیدیش اگه نمیدیدیم چی خواهد دقیقه سالا که کجا زندگی میکردیم تنها بودیم مادر خونه کردیم این آل ما تو فکر میکنم بچه
که میگم یک کره بیاریم و میجا بشانه کن. نه مادر چی یکی بیاریم بشونیم بیگانه رو نبیاری. خب مادر ما داماد کشیدیم. این یک داماد کشیدیم دیگه بس. ما نمیجا میم که تو زندگی میکنیم. بیازو ما نمیخوایم که قد دور از پشت. نه ما یکیش کشیدیم دیگه شمیاره. از اوباید که خوب بچه پیدا میشه. نه بسیار گپ خوب. چی بعدش برات رسیده؟ نه اوباید بعدی اوباید کنم دیگه. اوباید امی اوبایدشان میام میجا بیاره کوچ خاله بچم. یا مادر اگر با اوباید راضی نمیشی میگم ترشوی بده. بیا زن کاکایم برید ای چطور میگی خواستگاری برید مادر خواستگاری برید زن کاکایم کدام کس برات پیشنهاد نکرده بود که من باز کاریش جان کردم پیشنهاد کرده بود شدم میگم کاش که میگفتم قبول کن مادر حالا مادر زن کاکایم چی رقم است بسن سوال دست که برو خودت شوی کو ما زن کاکایت مرا گفت دیگه من شوی کردم نه مادر منو جوانه تک میرم خواستگاری پشت شوار مادر جان دقیقه سالا که شوی نکردی حالا خوب بیخی شوی نمیکنی مال یک شویم توست یک شویمی چرا شوی کن من شوی ضرورت ندارم بچیم حالا مادر ما مثلا در خانه خود اگر یک نفر شریک کنیم یک بیگانه رو بازم نمیشه تو خوب است که تو یک نفر بگیری از طرف میگردیم خوب است یک نفر باشه اگه میگیم ما بریم خواستگاری یعنی یگان طرف همسایه نه حالا اینجا خو هندوستان است که خواستگاری بریم باز شویای شما که سر میگیرم قد بلند نبود صبرای کمان مادر جان شوی مادر شوی تو که مقبول پیدا کنم شوی ما بیجوره است مثل شوی ما پیدا نمیکنم سکس دوری مادر خود خب میگه قدش بلند باشه قد و باید خب بلند است مقبول قد و باید بلند است مقبول است چرا مادر ما قد بلند و مقبول پیدا میکنه خب او بینی بریده مادر خودش شوی میتونی دیوانا مادر حالا ما شوی نمیکنم تو برو شوی کو یک مقبول درک شوا دقاورده دل ما باشه سلما رو شوی میکنم آفرین حالا شو خورا گوشم چی موضوع آرسی رو بسته کنم خیره شما ما شروع میکنیم باز شما تو دور میتید موضوع رو میارین سر آرسی ما خلاص میکنیم تو مجرد میباشی چرتم خراب کردین شوی گفته از این گپ ما ذهنم برآمد برای خدا مادر چی شوی ما تو مزاق کردیم تو دل نگیری گمشکو نام شوی نگی چی بگویا دیگه گمشکو دخترم دل ما خراب دل خود بگیره مادر جان ادبی میگم شوهر جان صحیح آله بچیم یک کوشش کنیم که یا باید همی آرزو خوارتم گپ خوب زد که یا موبایدشان کوچانه گرفت اینجا بیاریم مادر چی مادر این روز سامر اینجا ما چرت زده میرم فقط مثل مرغ چرت دیم آرزو خوب گفت که چرت دیم موبایدشان چی کرد بچه بی‌غرض از بچه خوب است که زبان باز نیست سنگین هم است حداقل یک مرد قدیم ما باشنی دقیقاً میترسم خب حالا چی میترسی رو حالا من صدا میرسه که گفت گوش کن وقت خانه تنها بودی خب این رقم صداها نبود نه این صداهای یا خدا اون هست شک اونجا چی میکنه چرا قدر در نبود پیشکا چرا راک حتما چون گوش نکردم مول در زیر میز درم برام بکشم فقط صدا پیشک نشدی نه به خدا ما تو صدا نشنده بودم باید باور کن نه دل جات مخصوص پیشک خیلی نه باید نروی بخیر دختر مردم خندید لگه کس پیدا میشه از شهر مثلا حالا کام چیز خو نیست چی است خو نمیشنوی صدا رو خب میگم پاش صدای پاشک است دختر نه اون خوب سعی گوش خوب شک اون دا گفتم در زیر میز درم دوستم اونجا چیز پیش نمیشه که از اونجا بیرونشون کنم کم چه صدا دیدی نشده صدا دختر خب من خیلی رفت دختر افتاد نه رو باید بگم نخوی میترسم بود که زهرم داد مادرم بیاد اون اصلا که بازم است ای خدا بیا او دختر پاشک نیست میگم باید پیشک قسم صدا نمیکشم نه رو بیشه باید مادرم اصلا بیای بس برو زهر مادرم کامل اینا میره میشین که من چی گپ شده ششتی که جنده رو سو باید دونه خسارش خودت هم شنیدی چی گپ از در روز روشن در خانه دختر هیچ گپ هم نیست میترسم باید صدای پاشک جمعی قدر نداری جمعی احساس نداری حال کجا رفته این مادر همه مزار کجا رفتن میگم مرا نمیشه زار طرق میکنی بری خدا نکنه دخترم چی میگی چی مادر مامای چیشون زهنشون رفتن نام بیار سودا بیار به خانه نه از خاطر دیگه بیش ما حالا در بچه به خدا بردم دادم رو میرم بیچاره سایکو خود بگه ناقایی که دید نامدی نه خیر است ما با امید خودت گفتم حالا چی میترسی در خانه؟ خیلی میترسم تنو حال دهی عصر زمانه اروا و جنت کلوش شده حالا این صدا خیلی از چی بود؟ صدای پشک بود ای ساده میگم که صدای پشک بود چوچکاش حتما گوش نه نه صدای پشک یک ذره احساس نداری ما همینجا در خانه تنو ما با امید خودت صدا میخوره چی میکنه؟ میخوره
صدات چه میخوره دختر؟ میترسم خودت مردم قضات نمیترسم تو نفهم چه قضات میترسم شما رفتی یک دانه موشم ببینید موشم رو نمیترسم یک هفته اشتیتان بند میشه نه دیگه خوب اونم قمه فهمی دیگه چرا میری من با امید خودت نرفتم من خانه پاک کار میکنم شما دو نفر بریم کاش که از اون میرفتی من بیغم رفتم نمره فقط نه شش دست یک به احساس هستی و باید به احساس هستی مرسل چطور خوب فیلم کار منه سر بیت هیچ توقع نداشت نشی باش که تو رو نمیشه با خدا روز چی کار است بکن کمود ممود چون بند است یا چی رقم تصابایشون بند شده ترن تو سر صدا دم چند روز سر صدا سک بشه همین چند روز که سر صدا سک ما چون کار راست است که مثلا چی آوردن فلسکارا آوردن چی آوردن خن سر صداشون زیاد است گمش که بیاد دیگه یا جادم خراب شه یا تشناب یا مسر یا کمود مجبور یک کس بیاری جور کنه بیاد خوردن نمیشه دلم برد سوخت همه جان چی کنم چاره این امیر قنبخت بدبخت از گمش از هیچ کس خیر ندیدم اون بیادر زدم بالای جانم شد زن بیادرم بالای جانم شد یعنی ایشون باش چی رو جوری داره چی نداره نمیفهم دیگه باش اول صابونی در جان کار نکرده یک چند روز بشینه باز اون معلومه شه که کت چی میکنه هم قسمت دادم که خراب باشه همه جان از می خود آدم زنده میره بیگانه رو مانده میگه فلان پیسی من میگه په غروب نکنه نخلیام چوتار چل باز است از یوم میترسم دیگه از یوم زیاد میترسم چرا اون تلفن از چی خود تو چی تو چی که آمده دیگه قانون سن سال ترا سه کمدی من نصیحت داری تو چی بیچاره شما را گفته نمیتونه در یک گوشه مرا گیر میکنه میگه خیر تو بگو گریان میکنه چشمای خود کور کرد گریان میکنه هیچ با تو غرض نیست تو هنوز قناعت شدی که من نصیحت کنی من خودم میفهم زندگیم کارم دیگه سر بیادر کلان خود کس نصیحت میکنه بیادر کلان خدا او بیادر کلان اگه خوب باشه بخی برو چی میکنه او بخی از پیشونی بخی من میگه بخی برو من تشکر ما تشکر دیگه دفعه آخر باشه من نصیحت میکنی هنوز مادرم اینجا زنده است اجمل زنده است ترا سیکو کتی نه قدک شیخ خود آمده من نصیحت میکنه که آسنات نگوی تو آسنات تو نگو در این آسنات خنده کنم امروز زنگ میزنه صبر روز باز سیکنی کنه مادر خود دعوت کردن اینجا مفته خلاص 24 تا باز جگرخونی دیگه است اینا باز که میرفت خانه این باز تقریبا گازی تغییر میکنه بابا کیره میگم چه قسم میره صدا کنی چه قسم میره بفهم کنی ای خدا مشتو صدا داره بخیال اینجا خدا رو بای بیا آمد یادی میرم بیا چی شدی تو بیا که بریم بخیر دیگه وقت باشه میشه بیا چی کردی چی گفت خیرات بود نه باشه که بیچاره از مادر آرزو دلم میگه زیاد چی میگفت چی گفت تو بیچاره از اونجا کشیده میگه خانه رو فروختم نه خانه دیگه که رفتم میگه از اونجا مرا کشید دست گپ خانه بود تو دیگه نمیگفت نه چرا نه من خودم چی نه بیچاره دلم بر سوخت 3-4 جای کشکشی کرد اینجا خاص اینجا کرام میته فور گفته میرم من گفتم خودم چی گپ است نه چی بگه بیچاره کدام چیز دیگه با گفتن نداره کردی ای من گفتم خدا کنه با تو تعریف نکنه خب من چرا چیزی میگفتی نه گفتم باش کال چی میکنی که بریم بخیر دیگه این چقدر دیر شده نه اومدیم گفتم بریم بخیر اساسا و حرکت کنیم دیگه اگه چی شو ما چون گفتیم میریم کجا میریم دیگه گفته میرفتیم خانه خیشای خب اول گرفتن اونجا یک دفعه نمیریم مریضم بود خب بیا زمین طرف آمده این دفعه اول میرفتیم خوب میشه خب ما چی کنیم نمیفهم خب باز تو نظر خودت دیگه نظر خودت خب بریم بخیر تصمیم میگیریم دارو تصمیم میگیریم بریم بخیر دیگه بریم دیگه مشکل بریم یک دفعه خیبر تو چیز چاپانه یا چاپا پوشاش خانم برو تیز کنه تو خدا خوب زیده بگی بیا بخیر بیا تو نه که باز ترافیک قصه نکنی برو تیز کنه اونجا سبیبه آشپزخانه است برو در آشپزخانه بیاجی رو بیا دیگه تو تنها خوبه نداره یکی باز آرزو گفت خانه رو چپا کردن نه اینا هم میشه برشون یک کمک میشه کنه خانه و جایشون خراب شده میان اینجا خب بگوشن کتابای گپ اما بیازو کدی خوشو خسر نخود جور به مادر یا و کدی من نخود جور خب میگم خانم جدا باشه مادرم کدیم باشه پیش میگم مادر میگم خانم جدا باشه خوب است مادرم کدیم است خواهرم کدیم است
است دیگه من شو خیلی تو رو بچه دادیم که در خانه ما بشینی خال ما میم خانه داماد باشه به شما میشه به ما میشه میگه که من هیچ که خسر خوشو جور آمدن نمیتونم از پیش کل گپ براتون ما در خونی البته گپ است نه دوری و دوستی باشه پیش از اینکه خفگی بیای من به احترامی شانه کنم کدام مشکل بین ما پیش بیاد خوب از خانه و جایم جدا باشه خود دلت دیگه هر چیز که زندگی شخصی خود از مقصد مادر چی کنم میگوید که مقصد عبیده با زنگ ده بگو الک جوش که دهی مادر بگو شما بچه اینجا کوچ خدا بیارم خوش میشم بگو شما هیچ اعتراض ندارم امیراجی به عبیدشان هیچ اعتراض ندارم عبیدشان نه یک عبید مادر مکیکوشون رسید تنها عبید خونم چی میکنه مادر پدرشون میخو پدرشون چی کنه نه مادر دختره که جوان گفتی اگر یک خسر امره که شیک جوانش امره یک شیک جوانش خود دخترم میشه آقا از نمو خسر عاشق تو شوی خلاص کنید دیگه موضوع را الان مادر گمش کن مرا این دختر گپای بسیار میزنه من میرم خانه حسنات بچیم یک رو برم پرسانم خورم ما میرم ما دق شدیم ما میرم بیا پیش خیلی باش چپر میتونم بیار مکر ما بپوشم میری دختر نه مادر برین شما حال در خانه تنها نمانی که با کدام دست نبیکال بیر که خود نه خب چی کنم حالا خانه چی برم نوکری خود میریم دیگه راست میگم خود سعید تو خانه میری بچه نمیشه مادر اون روزم رخصتی کردم این حال باز دختر نازه حالا اون دیگه این خود زور میتم مادر برو برو شو بچه دیگه تنها برو خوب است تو شو گرفتی میری دختر تو شب خانه خیلی میری مادر بریم یک شو بتر خدا نکنه دعا میکنم تو به خدا برو خیلی چبانی خدا بگیرم برو شکم مرتقب نکردی یک ذره تو احساس میکنم که احساس میکنم که آرزو رو در وقتای اگر چی نمیکنی سرد نشدی کم باش ما در وقت چی فکر کنم دخترم جان بخواد تو پس خودم موسی ازش فهمیدم مستی در وقتا خود دلسرد ماندار دلسرد تو نمیشی همیار تو خانه میری و قد تلخی جنگ سر صدا الله شکر خدایا دعا کار کرده خدایا باز یک بودم که میری از گپ میکشن چه قسم پیشانی توشی و سر صدا غال مغال و همیشه نمیگی همی هر دفعه که رفتیم به من یک درد سر کشیده دم چی میگی باید فامیل جنجالی است نه خون از اولم قبول نداشتم خون کارای دیدین است چی بگی خب همیالم دوره نامزدی بر شناخت است باید میشه اعلام کنی نه دیگه اول بر اعلام کردن کی میشه چرا نمیشه چرا شرم باشه بگو یک شیلا کردن دیگه شیلا کردن او خود تو را اعلام کرد باید دختر هستن من بعد خواهد شدم مگه خودش تو را اعلام کرد ایشه تو اعلام کن چی فرق میکنه دوره نامزدی بر شناخت است به تفاهم نرسیدی نیش مشکل نیست میشه اعلامش کنی حالا تو راست میگی بخوام دیگه جگرخونی هر روز جگرخونی دیگه یک عمر تو جگرخونی شونه میکشی باز دلت از خانم دامادم بشینی خودی وام که تنها هستم برزی که میخوام جلو دادن مردم باشه تنها این همه سال تنها نبودن نه همیشه او باید مسئولیت تنهایش تو داری خزی بابا مجبور است چطور کنم بدل مؤمن خدا دختر بچم به نظر من خوب نیستم این همه جگرخونی و این همه ناراحتی را روز تحمل کنم نظر میدم رضایت داره میگم برو تماس کن مادرم رضایت داده نه مادرم میگه خوب نیستم الله چی بلا بیار ای خدا چی میکنی دخترم؟ ای خاله جون ترسنده ای ترسیدی؟ هیچ معلوم نیست آخر از این کار چی میشه ماشم نظر ما مخواه نمیسته که نرو بشیم برای یک کلاس چیزی بیارم نه دیگه دختر ترسیدی چرا؟ نه خیر است خواست است باشه خواه ما میرم کارا میکنم ترسیدی؟ آمدی ما تشو خواهد جانم مادر خواست علیکم نفسم خواستی؟ شکر یو مادر جان مانده شدی؟ ها به خدا دیگه برستم مانده میشه تو شو ترسیدی؟ ای الله نه سیزه هم بیبریم بالا بیبریم که من بیرم اخ دروازه خو مکم خورد آره دقیقش نشو بیا حال کی بیابت کرد بچه امیم حال از خاطر امید نمیره از خاطر خورد میره ماما چی خورم که من خوش جاره اون خانه زن کاکایم بیا دخترم برد والله اگه که برم قسم خوردیم نمیرم تشکر خدا خوب است سلام خوب هستی چطور هستی؟ تشکر خوب هستی بریم داخل بریم
شکر کلی خوب است بی سلما جان خیر خیرت است فرمایید نه تو چه پاچ خب مادرمشان نیست رفتن نه خانه خورم در باید نکنستم بیادرم هست مادر کل دنیا یک شما رو دارم یک مامان ندارم کاش که ما قرار نداشتیم نرسیم ما خانه خود ما چقدر سختی و دلتنگی زندگی میکنیم نه بینیم اینجا یک ذره عادت کرده بودیم من باشم دلتنگی میکنیم دلر ندارم میکنم پدر ندارم یک گیلاس روغن بده که ما کنم تنیتا و کرمای گور بخوره تنیتا سایکو تو نمیشه تو آمدی از ما یک گیلاس روغن میطلبی فقط ما بچه های جوان دارم کجا بر ما کمایی میکنن بر ما آیت میارم جان ساعت من چی کردی تو مریض هستم مال روز مسئله کار یا وضعیتم خراب است سلام علیکم خوب هستی نه کار شروع کردن ما بخیر دیگه میگیریم یک کلا بخیر دیگه توکل به خدا خب خداوند مهربان است که خانه تان در جور شود